یاد گرفتیم از استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی عزیز در برنامه گذشته. این نوبت هم قدم به چشم من گذاشتن. آقا سلام عرض کرد. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. ممنون، متشکرم. مخلص شما هستم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم به حضرت دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روزافزون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات. ماه رجب ماه خوبی است. البته همه ماها خوبه، ولی هیچ ماهی عین رجبیون نداریم. این ماه رجبه که زیارتهاش، استغفارهاش، روزهاش، خلاص ماه خوبی است. انشالله که دوستان توفیق داشته باشن که از این معدوبه الهی بهره ببرن. ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. در روزگاران نسیم‌های رحمت الهی میوزد. آگاه باشید، هشدار، خودتون در معرض اون نسیم‌ها قرار بدید. در ماه رجب نسیم‌های رحمت الهی میوزد. انشالله که بتونیم خودمون در معرض اون نسیم‌های خوش قرار بدیم. یکی از بهترین عبادات، یکی از بهترین کارهایی که انسان در این ماه و در بقیه ایام میتونه انجام بده، همین بحث معرفت، مخصوصا معرفت اصول دین و عقاید و اون جهانبینی، خداشناسی. امیران فرمودن که معرفت الله سبحانه اعلی المعارف. معرفت خدای تعالی والاترین و بالاترین و عزیزترین و مهمترین معرفت هایی است که وجود داره. انشاءالله که با سوال خوب دوستان ما هم وارد این گنجینه های علوم بشیم و گامی در جهت تعلیم و تعلم برداریم که رسالت انبیا همین تعلیم و تعلم بود. الهی آمین انشاءالله. خیلی خوب، صداتون یه ذره گرفته. بله، مدتی است که من سلام خوردم. آره ای بابا. بله، انشاءالله که حالا خدا سلامتی بده. انشاءالله. ممنون. انشاءالله خدا سلامتی بده. من از دوستان بیننده عذرخواهی میکنم. چاره ای نبود. حقیقت اینه که ما نمیتونیم کارا تعطیل کنیم. آره. مجال اینکه بتونیم مثلا بیم حالا استراحت کنید و اینها نداریم. واقعا نداریم. آره. لطف شما هم البته هست و جایگاه برنامه در واقع یاد خدا رو ارزش قائل هستید و بیننده هاش رو با این حالتون تشریف آوردین. واقعا جای تقدیر و تحسین داره. خدا خیرتون بده. مردم حتما دعا میکنن برای اینکه انشالله خدا سلامتی به شما. دست شما در نکن. گفتن که من دیگه مثل همیشه سلام و احوالپرسی ها و تعریف تمجیدا رو نمیخونم. دست شما در نکنه و علیکم السلام به همه شما. ممنون از بابت همه محبتی که برنامه خودتون داریم. فقط سوالاتو میخونم. گفتن خواهش میکنم کتابی از آقای محمدی شاهرودی در مورد اینکه وقتی انسان از دنیا میره روح و جسم چه اتفاقی براش میفته معرفی بکنید. تازه مادرم از دنیا رفته، حالم خوب نیست، میخوام از مادرم توی اون دنیا بیشتر بدونم. و آقای محمدی شاهرودی ممنون. اجرتون با خانم زهرا سلام الله علیها. خیلی ممنون. ما تسلیت عرض می‌کنیم به این برادر عزیز و ان شاءالله خداوند بهشون صبر بده. مادرشون رو هم با فاطمه زهرا سلام الله علیها مشهور بفرماید. عرض کنم که یه دور کتاب ما برای طلاب خارج از کشور نوشته بودیم. بخشش شاید حدود 1/5 که 2 سال پیش چاپ شده تحت عنوان درس‌های از عقاید اسلامی. جلد 4 کلا راجع به معاد و این مباحث اونجا مطرح کردیم. تو جلد 4 این کتاب‌های درس‌های از عقاید اسلامی. کتاب مرحوم آقای محمدی اشتهاردی به نام عالم برزخ در چند قدمی ما کتاب خوبی است، قابل خواندن هست. یک کتابی بعد از رحلت امام رحمت الله علیه چاپ شده تحت عنوان معاد از منظر امام. این هم کتاب خوبی است که دوستان مطالعه کنن. شهید مطهری هم داره، حیات اخروی حضرت آیت الله مکارم هم داره، شهید دستغیب هم دارن کتاب. ولی خب اون کتاب ما چون کتاب درسی بوده خلاصه و فشرده و اون چیزی که لازم بوده رو اونجا تا حد زیادی آوردیم. ولی این کتاب دیگه هم هست. کتابی هم که به طور کلی نوشته شده، مثلا فرض کنید مثل حق الیقین علامه مجلسی که کلش عقاید هست، فارسی هم هست. حق الیقین سید شوبر رحمت الله علیه. اینا کتابای خوبی است که میتونن دوستان مطالعه بکنن.
اما راجع به اینکه ایشون حالا نسبت به مادرشون، من اول پیشنهاد میکنم که یک کتابی مال شهید ثانی رحمت الله علیه به نام مسکن الفؤاد. این کتاب به فارسی به چند صورت ترجمه شده. یکی از ترجمه هاش آرام بخش دل هاست. درست. اینو بخونم خیلی خوب. مطلب دوم این که هر وقت یادشون میاد از مادر این جمله قرآنی رو تکرار کنن، انا لله و انا الیه راجعون. در روایت داریم که این جمله انسان آرام میکنه. وقتی این جمله تکرار میکنه انسان آرام میشه، مثلا اگه توجه معناش هم داشته باشه، انا لله و انا الیه راجعون، آرام میشه. یکی دیگه این که توجه داشته باشن که در واقع مادرشون یه سفر رفته، قبلا هم سفر میرفته، حتما سفر زیارتی میرفته، غیر زیارتی میرفته، اینم یه سفره. یا او برمیگرده پیش اینا یا اینا میرن پیش او. یه سفری مثل بقیه سفرها و نگرانی نداره. بعضیشون هم اونجا انشالله خوبه چون از پیروان اهل بیت بوده و عرض کنم که کسانی بودن که محبت اهل بیت رو داشتن. محبت اهل بیت اونجا یک اکسیر اعظمه که همه مشکلات رو حل میکنه و ولایت اهل بیت علیهم السلام تو برزخ هم هست همراه انسان. در بعد از برزخ اون صراط عجیب و غریب هم خود ولایت اهل بیت علیهم السلامه. بنابراین با توجه که ایشون تحت ولایت اهل بیت علیهم السلام بوده نگرانی نداره. ایشون هم برای اینکه حالا آرام‌تر بشین دوستان که عرض کردم اون کتاب مسکن الفؤاد، این انا لله و انا الیه راجعون و همین که عرض کردم سفری است که رفته و حالا یا برمیگرده یا اینکه اینا میرن پیشش. خب خیلی ممنونم استاد. من یه نکته عرض بکنم، حالا میتونه بشارتی باشه برای عزیزی که این سوال پرسیدن و کسانی که سوالاتشون پیرامون لحظات مرگ و احتضار و عالم قبر و عالم پس از مرگ کلا و معاد هست. احتمال خیلی زیاد تا این لحظه که ما داریم برنامه رو ضبط میکنیم قرار بر این هستش که انشاءالله در طول ماه مبارک رمضان پیش رو ما خدمت استاد محمدی باشیم و بپردازیم به این موضوعات، هم راجبش صحبت بفرمایید و هم سوالات شما رو در این حوزه انشاءالله بپرسیم از محضر استاد و یه بسته کاملی باشه پیرامون معاد انشاءالله در ماه مبارک رمضان. بنابراین میتونید کم کم دیگه حالا سوالاتی در این رابطه اگر دارید برای برنامه بفرستید، دوستان ما هم دسته‌بندی کنن و انشاءالله در اون موقع بپرسیم از استاد. خب گفتن که پسرم مدتی نماز نمیخونه، الان مدتی هست دوباره پسرم مدتی بود نماز نمیخوند، الان مدتی دوباره نماز میخونه ولی میگه به فارسی نماز میخونم، چون وقتی فارسی میخونم میفهمم چی دارم میگم، منم جواب قانع کننده ای ندارم بهش بدم، لطفا راهنمایی میکنید. بله بهش بگید که اگه خداش فردا از شما سوال کرد که من از تو چی خواسته بودم، نمازی که من خواسته بودم توش حمد و سوره بود. حمد و سوره کلام خدا بود. فارسی که تو میگفتی کلام خدا نبود، کلام مترجمه، حالا فهمیدی یا نفهمیدی بحث دیگه است. اگه خداش بپرسی خب من اینو از تو نخواسته بودم، اگه گفتم تو نماز بخون برای اینکه بفهمی، اگه نفهمیدی نماز نخون، این چه استدلالی که میگه که چون من میخوام بفهمم فارسی میخونم؟ مگر شرط قبولی نماز، شرط صحت نماز اینه که انسان بفهمه که چی داره میگه؟ جزء شروط قبولی نماز این نیست که نه، جزء شروط صحت نمازه که ببینیم که اگه انسان نفهمید که اهدنا الصراط المستقیم معناش چیه، نمازش باطله. نه باطل نیست، بفهمی یا نفهمی باطل نیست. نه شرط قبولی نمازه. کسی مثلا یه جمله از نماز نفهمید اون نمازی قبول نمیشه. بله حضور قلب باید داشته باشه، اما حضور قلب سلزمه این نیست که حتما انسان کل معانی رو با جزئیاتش اجمالا میدونه که با خدا رو صحبت میکنه، میشه حضور قلب. اگه خدا ازش پرسید خب تو به چه دلیل نماز فارسی خوندی؟ مجتهد بودی؟ همه دلایل، آیات و روایات و همه اون بحثایی که اینکه یه مرجع میگه نماز رو اینجوری بخونید 40-50 سال درس خونده، بحث کرده، 10 مجتهد، بلکه 100 مجتهد پای درسش بودن. هر جمله‌ای که میگفت اونا میذاشتن زیر ذره اشکال میکردن بهش. بعد از همه اینها، بعد از 50 سال زحمت کشیدن به این رسیده که نماز باید عربی خونده بشه.
اما ببینیم که نه من چون نمیفهمم اگر شما مجتهد بودید اب نداشت ما تخطی نمی‌کردیم. اون نظر اجتهادش اینه، بررسی کرده و مجتهد هم هست، یعنی همون 50 سال درس خونده با همه آیات و روایات آشنا هست، بررسی کرده این متن اب نداره، کسی تخطی نمیکنه. اما کسی که حتی از رو بلد نیست قرآن رو بخونه، 10 تا روایت راجع به نماز ندیده، ایشون کتاب وسایل شیعه رو دیده؟ روایت راجع به نماز هست ندید، اصلا نمیدونه وسایلش چیه. خب چطور میتونه بگه من این نماز میخونم این نماز بهتر از اون نماز هست؟ نه، این نماز باطله، با نماز نخوندن یکیست. الان هم که نماز میخونه، نماز نخونده، بعداً باید همه نمازها رو قضا کنه. موقعی که سرش به سنگ میخوره، موقعی که از خواب بیدار میشه، متوجه میشه اشتباه کرده، اون وقت دیگه هی به سر و صورت میزنه که من چه غلطی کردم که مثلا این کارو کردم، فایده هم نداره. تمام این نمازها رو باید دوباره اعاده بکنه. حتی بعد که اب نداره، اونجایی که شما باید با خدا به زبان خودت حرف بزنی حرف بزن، اشکال نداره. شما تو نماز، تو قنوت نماز به زبان خودت با خدا حرف بزن که بفهمی چی میگی. اما حمد و سوره که قرآنه، کلام خداست، هیچی جای کلام خدا رو نمیگیره. ذکر رکوع که از قرآنه، ذکر سجده که از قرآن، اینا رو که نمیشه کارش کرد. شهادتین عین همون جمله موضوعیت داره. بله شما در دعاها اشکال نداره، چون انسان در دعا با خدا صحبت میکنه دیگه. در دعا میگه خدا من اینو میخوام اونو میخوام و با خدا حرف میزنه، اب نداره. در دعا ایشون به هر زبانی میخواد دعا کنه، در قنوت نمازش به زبان فارسی میخواد بگه میخواد به هر زبان، گرچه همونجا هم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه خیلی بهتر است از اینکه به زبان فارسی میگه، اما حالا دلش میخواد به زبان فارسی بگه، اب نداره. ولی جاهای دیگه نماز نه، نمازش باطله و نماز هم که خونده فایده ای نداره. من فکر کنم حالا اینو من بگم بریم فاصله دوستان بگیریم. عمده اینه که ما متوجه یه موضوعی نیستیم، غافلیم از یه موضوع، حواسمون نیست بهش، شاید که اینقدر راحت راجع به مسائل دینی اظهار نظر میکنیم و خودمون حکم صادر میکنیم. اینکه چطور ما راجع به تخصص یک پزشک، یک کسی که تو کار درمانی متخصصه، یه مهندس مکانیک، یه ستاره شناس، نمیایم به راحتی اظهار نظر بکنیم. مثلا بگیم به نظر من این که فوق تخصصای قلب و عروق گفتن که مثلا دریچه میترال باید اینجوری باشه اونجوری، این اشتباهه، به نظر من باید اینجوری باشه. هیچ موقع این کارو نمی‌کنیم. اگه جایی باشه حرف بزنیم همون میخندن، خودمون اولین کسی که ولی راجع به مثلا دین مثلا همچین موضوعی به نظر من باید نماز رو فارسی خوند. خب اینم یه تخصصیه، یه خیلی از اون تازه خیلی تخصصش بالاتره، خیلی سخت‌تر از اون سخت‌تره. ولی اینجا ما به راحتی میایم اظهار نظر می‌کنیم. شما 200 نفر دانش آموز معدل بالای 18 رو در نظر بگیرید. آره. اینا برن توی دانشکده پزشکی، بعد از 7-8 سال همشون میشن پزشک، نسخه میپیچند و مشکل هم نداره. آره ولی یه مجتهد اگر همین ها رو بیاریم توی حوزه علمیه با همین ترکیب، آره، اونجا دیگه فضا خیلی سالم و مشکلی نیست و بعدم انگیزه ها بارها بیشتره. اونجا دیگه واحد پاس کردن نیست، از دل و جان زحمت میکشن. فکر می‌کنی بعد از 40 سال چند نفرشون مجتهد میشن که بگن نماز به فارسی خونده بشه یا به عربی؟ چند نفر؟ نمیدونم، 1 نفر یا حد اکثر 2 نفر از این 200 نفر. حالا اینجا هر کس میاد میگه من فارسی راحتی میاد. آره. اشکال اینجاست. خیلی ممنونم، بفرمایید. ما خانواده متدینی هستیم، بسیار هم با هم صمیمی هستیم. حتی ما هم خانواده‌مون همینجوری هست، ولی این در واقع پیامک یکی از بیننده‌های ماست. گفتن هفته 1 بار دور هم جمع میشیم. بالاخره توی این جمع‌ها بعضن شوخی و خنده و اینا هم هست. حد و مرز این شوخی‌ها کجاست و چیه؟ این بگو بخنده های گناه داره یا خیر؟ آقای محمدی شاردی زحمت میکشن پاسخ. نفی نفس گناه نداره، به خودی خود گناه نداره. کی گناه داره؟ که مثلا غیبت یه نفر رو بکنن بعد بخندن. بله. یک مؤمن رو دست بندازن مسخرش کنن بعد بخندن. یه قومی رو مثلا فرض کن مسخره کنن، فلان قوم مثلا فرض کن که آره غیبت همه اونها رو کردن دیگه. حالا وقتی من بعضی از اونها اینجوری هم ندارم، وقتی من همه اون قوم اینجوریه غیبت همه رو کردن. واقعا این مثلا لطایفی که گفته میشه، مثلا یه قومی رو حالا شمالی یا جنوبی یا نمیدونم اینوری یا اونوری ها میگن، این مصداق غیبت حساب میشه. من اگر ناراحت بشن که میشن، اگر تنقیص باشه که هست، طرف رو به حیوان چیز میکنن،
من مثلا حماقت اینا چطور ناراحت نمیشم؟ حالا یه روشی من دیدم توی برخی از این کانال‌های فضای مجازی مثلا خنده حلال و اینا، دیدم از این روش استفاده میکنن، برای اینکه مثلا قومیتی که میگن یه کافری، یه مثلا آره اینجوری مثلا این اشکال نداره؟ نه اصلا بیدینی نوه امام داشت برای امام جوک میگفت، نادونی مثلا گفت که مثلا یک قومی چنین بود، امام فرمود که یک فلان کافر. پس از اینجا نشن نگو فلانی، بگو فلان یک کافر. یه فلانی کافر. اگر هم میخوای بگیم اون قوم ولی کافرش. بعد یه روز اومد گفت که آقا میخوام براتون جوک بگم. خب بگو. گویی امام جمعه کافر بود. امام فرمود نه دیگه امام جمعه کافر. دیگه شوخی با امام. اون قوم که من گفتم اون اگه بخواستی جوک بگی بگو یک فلانی مثلا کافر فلان شهر. امام جمعه که کافر. حالا این اینجوری باشه اب نداره، مثلا بگی فرض کن یه قومی کافر مثلا اب نداره. وقتی میگه قومی ها چنینن این غیبت قومی ها میشه. اول از خودشون مایه گذاشتن. بله دیگه قوم هستن. من چون عرض کنم که یک مطلب، بنابراین تا اینکه چه جوری باشه اون شوخی ها، گناه باشه یا نباشه، دست انداختن مؤمن باشه یا نباشه، غیبت و تهمت اینها باشه یا نباشه. مطلب دوم این که خب حالا بخشی از جلسه و خنده و شوخی و عرض کنم که خوشی بگذره خوبه، اما یک بخشی هم مثلا یه حدیث کسایی هم بخونن یا یک حدیث دیگه هم بخونن، یک معنویتی هم بدن، گرچه خودش به خودی خود معنویت داره، همین که دور هم جمع بشن یه چایی بخورن برن، خود این دربارش روایت فراوان داریم که این مطلوبیت نفسی داره. حالا برای اینکه بیشتر بهتر بشه یه کار مثبتی هم انجام بدن، مثلا یه حدیثی رو بخوان که همه یاد بگیرن، هفته بعد مثلا بیان بپرسن ازشون که حدیث یاد گرفتن یا نه، یا اینکه مثلا یه توسلی به اهل بیت علیهم السلام برای در 5 دقیقه یه حدیث کسایی بخونن، یک زیارت عاشورایی بخونن، یه چیزی در حد 5 دقیقه که جلسه به اسم اهل بیت تموم بشه. یا مثلا میگم مثلا حالا بازیایی مثلا بعضی وقتا مد میشه تو خانواده ها، مثلا میگم این بازی پانتومیم که بازی میکنن، این نفر ادا بازی مثلا ادای در میاره، اون طرف تیم مقابل باید بفهمه چیه. اینجا میشه محتوا رو محتوای حدیثه قرار داد مثلا که این از این متوجه که هم بازیه شده باشه هم محتوای دینی باشه که ثوابی هم باشه. بله یکی از حاج حسین آقای ما این کارو کرد، فرض کن یه حدیثی که مال شیطان اینها بود این رو تو قالب نمایش در آورد. بچه‌ها خودشون بازی کردن، از کوچیک بزرگ همه بازی کردن، هم اونها همه فهمیدن حدیث رو دیگه هیچ یادشون نمیره. آره. هم بزرگترها خیلی خوبه. خیلی خوبه. همین در قالب نمایش مثلا فرض کن هم خندیدن، کلی هم خندیدن، هم یه چیزی یاد گرفتن. در قالب اون حدیث که راجع به شیطان بود خیلی زیبا این بله وقتی باشه هنرمند میشن. آره. با یه تیر چند تا نشون داد. پس خوبه اینجوری میشه. بله اصلا نفس اون کار خوبی است. خیلی خوب. خدا رو شکر. گفتن که این روزها وقتی بحثی در مورد مسائل دینی و سیاسی در جمعی پیش میاد، هر کسی نظری داره. بعضیا خیلی تندروی میکنن و حتی به دین هم بی‌ادبی میکنن. وظیفه ما در این گونه موارد چیه؟ فکر میکنم حالا اون عمدتاً تمرکز رو مسائل سیاسی باشه، اختلاف نظرهای سیاسی و حالا به تبعش مسائل دینی هم شاید پیش بیاد. اولا که باید افراد رو از دین جدا کنن. بله. که یک فرد حالا سیاسی یا غیر سیاسی، یه فرضاً یه روحانی، یه پاسدار یا یک مسئول، یه استاندار، یک وزیر خطایی کرده، اینو خطای اون فرد تلقی کنن، به دین ربطش ندن. اگر نسبت به دین حرف حساب دارن نبی نداره. ما اینجا در خدمتشون هستیم برای همین. بیاد اینجا به این گزاره دین این اشکال وارده. اما این که حالا یه نفر اومده و به اسم مسلمان و مسلمانی اومده خطا کرده، حتی گرگی است که لباس گوسفند پوشیده، دیگه از این بالاتر که نیست، این ربطی به اسلام نداره. مگر امیرالمومنین کارگزارانش خیانت نمی‌کردن، اختلاس نمی‌کردن؟ اینو به حساب امیرالمومنین بذاریم؟ به حساب دین بذاریم؟ والی امیرالمومنین پسر عموش که 100% مورد اعتمادش بوده میگه من از تو موثق‌تر نداشتم، از تو نزدیکتر نداشتم، پسر عمو چند بار میگه پسرم، حالا که اوضاع برگشته اومدی بیت المال اختلاس کردی، فرار کردی و رفته بود کانادا. البته اون کانادا حجاز بود.
بعد هدفم اگه دستم به تو برسه، خدا منو بر تو مسلط کنه، با شمشیری بهت خواهم زد که و هر کس با این شمشیر زدم رفته جهنم. نامه 41 نهج البلاغه دوستان بخونن و این اتفاق میفته. اینا به حساب دین نباید بذاریم. این یک نکته که نکته مهمی است. نکته دوم این که خب حالا اگر دارن به دین اهانت میکنن، یا باید اون کسی که اونجا هست دفاع بکنه، جلوشون بایسته محکم، نمیتونه باید جلسه ترک کنه وگرنه جز اونها حساب میشه. جلسه ای که دارن به دین بدگویی میکنن، عرض کنم به افراد، اونها حرف دیگه است. فقط غیبت میکنند و تهمت میزنن، اون از این حس گناه داره. میتونه جلو غیبت رو بگیره، نمیتونه بگه من قبول ندارم، حالا اما نسبت به دین اینجوری نیست. اگر به دین اهانت میکنن، یا باید محکم جلوشون بیسته که این حرفو نزنن، رد کنه حرفشون رو. اگر نمیتونه حداقل باید از اون جلسه بره بیرون، وگرنه شریک اون حساب میشه. و نسبت به کدوم دین؟ کجای دین؟ یعنی مثلا اصول دین، فروع دین، مسلمات دین، اونایی که دیگه متفقان علیه هست. وقتی بحث نظریه، مثلا فرض کن نسبت به جهاد، نسبت مثلا اون مواد جسمانی حرف داره، بی من قبول ندارم مثلا. بعدم فرض کن که هو میکنه کسانی که قائل به مواد جسمانی هست. یا مثلا فرض کن نسبت به برزخ میگه من برزخ رو قبول ندارم که این جسم رو مثلا دوباره ازش بپرسن، که البته نظرم هم همینه، قبول نداره. اما این دیگه از مسلمات دین نیست. اینا اما اونی که از مسلمات، مثلا فرض کن نسبت به ائمه علیهم السلام بخواد اهانت کنه، نسبت به پیامبر اهانت بکنه، اگه ما میتونیم پاسخش رو بدیم، فضا رو عوض بکنیم، بمونیم. اگه نمیتونیم جلسه رو ترک کنیم، وگرنه شریک اونها خواهیم شریک. مثلا بعد این که حالا اینو کلا عرض می‌کنم، کسانی که دارن این حرفا رو میزنن توجه داشته باشن. یک گناه بی لذت میرن جهنم، هیچ فایده هم نبردن ها. دو جلسه اومدن یه حرفای مزخرفی گفتن، نه به زمین بند بود نه به آسمان بند بود، به خاطر همین حرف جهنمی میشن. گاهی یه جمله انسان رو به قعر جهنم میبره و گاهی همین یه جمله انسان رو از قعر جهنم به اوج بهشت میبره. این نیست که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. هم گوش مسئوله، هم زبان مسئوله، هم همه اینا مسئوله. بنابراین چرا دارم خودشون جهنمی میکنم به بدون دلیل؟ هیچ فایده نداره، هیچ لذتی هم نداره. این نکته که فرمودین هم توی فضای واقعی خیلی مهمه، هم تو فضای مجازی خیلی اتفاق میفته. خدا کنه که بتونیم واقعا این که فرمودین رو یه تأملی بکنم، تا جایی که میتونیم دفاع بکنیم، اگه نمیتونیم واقعا یه تأمل بکنم ببینم برای چه میرن جهنم، چه فایده‌ای داره. یا شما فحش بدید مثلا فرض کن به یک از مقدسات بهره میبرید، فایده براتون داره، سود دنیوی داره، سود اخروی داره. مقدسات رو مسخره کنید، فایده‌ای داره. یک گناه 100% بیفایده و گناه بسیار مهلک. خیلی ممنونم استاد محمدی شاهرودی عزیز، خیلی استفاده کردیم. اوامری نداریم؟ زنده باشید، محتاجیم به دعاتون. خیلی ممنونم که برنامه ما رو تا پایان تماشا کردید. شب‌ها و روزهای ماه رجب فرصت طاعت و بندگی، حتما دعا میکنید حالتون موقعی که خوبه برای اهالی یاد خدا هم نفس بزنید. التماس دعا یا حق. خداحافظ.